درود به شما بینندگان عزیز. دانیال هستم از سری برنامه‌های گام بعدی به همراه خواهر لویز مخوف همراه شما عزیزان هستیم و داریم درس‌هایی رو مرور می‌کنیم برای شما عزیزان که امیدوارم مورد توجه و جلب رضایت شما عزیزان باشه که میشینید وقتتون رو میذارید و توجه میکنید. در این قسمت از برنامه داریم به معجزات عیسی مسیح میپردازیم که به طور خاص این قسمت در رابطه با کور مادرزاد خواهیم پرداخت. اما قبل از این که بریم سراغ موضوع برنامه میخوام که با خواهر لویز عزیز خوش آمد بگم. ممنون خواهر لویز، باعث افتخاره که کنار شما هستم و دارم این خدمت رو انجام میدم. ممنونم از شما. همینطور سلام گرم خدمت بینندگان عزیز. خوشحالیم شما رو داریم با ما. اصلا وجود شما، از اینکه فکر میکنیم شما برنامه رو میبینید، یه تشویق بزرگ، دلگرمی بزرگ، همراهی شما رو خیلی ارزش میدیم. مرسی لویز جان، ما هم از وجود شما برکت میگیریم و ممنون که نکات کلیدی این معجزات رو برای خود من شخصا و همینطور بیننده‌های عزیز باز میکنید. اما قبل از اینکه از شما بشنویم خدمت شما بینندگان عرض کنم که میخوایم یوحنا باب 9 رو بررسی بکنیم و نکات اون رو خواهر لویز برای ما بیان بکنن. شما عزیزان بعدا میتونید در منزل کلا باب 9 رو مطالعه بفرمایید، ولی برای اینکه وقت ما هم محدوده و اون آیه‌های کلیدیشو بخونیم، من با اجازهتون باب 9 آیه 1 تا 7 رو برای شما عزیزان میخونم و نکاتی رو که خواهر لویز قرار در مورد اون توضیح بدن میشنویم. شفای کور مادرزاد. در راه که میرفت کوری مادرزاد دید. شاگردانش از او پرسیدند استاد، گناه از کیست که این مرد کور به دنیا آمده است؟ از خودش یا والدینش؟ عیسی پاسخ داد نه از خودش و نه از والدینش، بلکه چنین شد تا کارهای خدا در او نمایان شود. 4 روز است باید کارهای فرستنده مرا به انجام رسانیم. شب نزدیک می شود که در آن کسی نمی تواند کار کند. تا زمانی که در جهان هستم نور جهانم. این را گفت و آب دهان بر زمین افکنده گل ساخت و آن را بر چشمان آن مرد مالید و او را گفت برو و در حوض سیلوها که به معنی فرستاده است شستشوی کن. پس رفت و شستشوی کرده از آنجا بینا باز کرد. معجزه بسیار جالبی. ما قبل از اینکه این معجزه اتفاق بیفته گفتگوی شاگردان رو داریم. البته همونطور که گفتی در باب 9 یوحنا این ثبت شده و تمام باب قابل دقت هست. خوبه که بینندگان عزیز همونطور که گفتی تمام باب رو در وقت خودشون این رو بخونن و چون نکات زیادی هست در این باب، ولی ما سریع میبینیم که شاگردان چه عکس‌العملی نشون میدن. فوراً سوالشون اینه که گناهو کی کرده؟ بابا مامانش کرد یا خودش کرده؟ چون فرض همیشه بر این بود در اون زمانی که عیسی ظهور کرد که کسی که گناه کنه یا در گناه آبستن بشه مریضی نتیجه اون هست. خدا به عنوان تنبیه مریضی میفرسته و این چون مادرزاد به دنیا اومده بوده، این فکر کماکان در بین شاگردان هم شایع بود که کی گناه کرده. فوراً میخواستن ببینن تقصیر کیه. ولی ما در این معجزه ما میبینیم که عیسی خدای خالقه. گفتیم که یوحنا خیلی منتخب معجزات رو انتخاب کرده و اغلبم نشانه به الوهیت او داره و در اینجا او رو به عنوان خدای خالق میبینیم. خالق کسیه که خلق میکنه، یه چیزی که وجود نداره یه چیزی به وجود میاره ازش. و در اینجا قابل توجه است که این مرد کور به دنیا اومده، یعنی ارثیه. ما اینجا مریضی‌های دیگه مریضی‌هایی بوده که یهویی انجام شده و بالاخره در یه مقطعی مثل اون اتفاق افتاد. مریض کنار حوض در بتهسدا بعداً گرفته این بیماری رو، ولی اینطور به دنیا اومده، یعنی کسی هستش که هیچ وقت قوه بینایی نداشته. پس لازم بود که یک کار کاملاً خلاق انجام بشه، اینجا یه چیز خلق بشه.
قوه بینایی آفریده بشه. خیلی این مسئله. ما وقتی که یوحنا این معجزه رو ثبت کرد، ما جزئیات بیشتری رو میبینیم در این مورد ذکر میکنه و تمام باب به این مسئله اختصاص داده شده. ما کم میبینیم یک باب فقط راجع به یک معجزه بله صحبت بکنه. این قضیه تو پاییز اتفاق افتاده بنا به شواهدی که هست در تاریخ. این 6 ماه قبل از مرگ و قیامت عیسی هستش. عیسی میره به اورشلیم. تو اون 6 ماه آخر رو در واقع بین اورشلیم و همون حول حوش هست، اورشلیم، کفرناهم، جلیل، اغلب اینجا تو این قسمت تو اورشلیم و حومه هستش، برای اینکه اونجا برای مراسم عید خیمه ها رفته که البته در در کتاب تورات جزئیات این عید خیمه ها هست که نشانه ای از عبور قوم از مصر و اون ایامی رو که در بیابان بودن، در چادر و در خیمه ساکن بودن، این به یادآوری اون زمان به اصطلاح جشن گرفته میشه. و اینجا میبینیم که روز شنبه این قضیه اتفاق میفته. روز شنبه است. نمیدونم عیسی مخصوصا این روز انتخاب میکرد چون مرتب میخواست سنت شکنی بکنه، مرتب میخواست توجه حضار رو، مردم رو به چیزی بالاتر از شریعت، بالاتر از سنت به اصطلاح متوجه بکنه، جلب توجهشون رو برگردونه به یه چیز مهمتر. و ما میبینیم مردی رو ملاقات میکنه که این کور مادرزاده. شاگردا هم که باز سریع همونطور که گفتم کی گناه کرد، خودشه، بابا مامانشه. جواب عیسی جالب بود اینجا، میگه هیچ کدوم اینها. دقیقاً خط بطلان میذاره به این تصور خرافه‌ای، این خرافه رو میشکنه و اینجا برمیگرده میگه هیچ کدوم، بلکه تا اعمال خدا ظاهر بشه، تا شماها بدونید که این خرافاته که اینطور که فکر میکنید، ولی دل خدا در پی گم شده هست، در پی مریض هست، در پی کسی که محتاجه هست. توجه روی شخص محتاجه، نه روی روز یا خرافه، نسبت به روز و نسبت به واقعه. ما میبینیم این مرد از همون بدو تولد تاریکی رو تجربه کرد. شما اون قسمتی رو که خوندید قبل از اینکه عیسی به اصطلاح این معجزه رو انجام بده، برمیگرده میگه که من نور عالم هستم، اومدم که نور رو به مردم نشون بدم. میبینیم این مرد چه به اصطلاح احتیاجش چی بوده و جواب این احتیاج چی بود. در تاریکی بود، نور جواب تاریکی بود و با این ادعا که من نور عالم هستم، بعد میبینیم که به اصطلاح در مقابل تجربه این مرد که تماما تاریکی بود، اصلا این مرد در شرایطی قرار داشت چیزی غیر از تاریکی نمیشناخت. از نظر دیداری حس لامسه این افراد معمولا قویه، این چیزایی رو لمس میکرد، با صدای عصا تازه میتونست بفهمه که زمین نرم، سنگ، خاک چیه. دنیاش این بود و آنچه که بود در یک دنیای خیالی بود که بر اساس تاریکی در خودش این رو ایجاد کرده بود. من چند سال پیش در یه جایی، در یه ساختمونی بودم، برق رفت و جایی که بودیم دشویی رفته بودم و تاریک بود. طول کشید برای من چند دقیقه تا چشمم به تاریکی عادت کرد و این شخص در تاریکی عادت کرد و چیزایی رو تونست در اون تاریکی خودش بر اساس حس لامسه تشخیص بده. در قبال شرایط این مرد ما میبینیم که عیسی با آب دهنش گل درست میکنه. دقیقاً کاری که خدا برای آدم، برای ساخت آدم میگه. کلام خدا میگه خدا از خاک زمین خم شد، خاک برداشت، از خاک زمین به اصطلاح گل آدم رو آفرید. ما میبینیم که اینجا به سمبولیک از اون چیز، اتفاقا این سوال من بود که چرا گل دست نذاشت بگه که خب چشمات برو. الان مثل اون کسی که کنار حوض میتونست بگه بیناشو بشه، بسترتو بردار و با اونم بگه خب دست بذاره بگه بیناشو ببین. چرا گل درست؟ برای اینکه یه چیزی رو باید خلق میکرد و اصلا این شخص
قوه بینایی نبود، اندامهایی که باید او رو کمک میکرد برای دیدن وجود نداشت و مادرزادی بوده. پس بنابراین باید سمبولیک کاری انجام میداد که حتی خود اون کورم چون نمیدید احساس بکنه که یک چیزی داره درش اتفاق میفته. اون هم باید، چون دو تا هست، یکی ایمان خود مریض شخص کوره و این وسط خود عیسی، دو طرف قضیه هستن. در هر حال سمبولیک به همون چیزی که خدا در خلقت آدم این کار رو کرد، ما میبینیم برای چشم او هم این کار رو میکنه، میماله به چشش، بعد بهش میگه که برو در حوض سیلوها چشتو بشور. چرا دقیقا اون حوض؟ برای اینکه یک نکات کلیدی باز اینجا هست. این حوض رو حزقیای پادشاه ساخت تا آبهای بیرون شهر رو به داخل شهر هدایت بکنه. در واقع سمبولیک وقتی که این مرد چشاشو شست، ما میبینیم که بینایی بهش برمیگرده. اون شستشویی که هدفی که در این، حالا باز توضیح خواهیم داد که این اسم چی هست و اینها، این انتخاب این حوض خیلی به اصطلاح میتونم بگم عمدی بوده، از رو قصد بوده. در حال وقتی این مرد شست بینایی بهش برگشت، در واقع عیسی اون ادعایی رو که کرد، گفت من نور عالم هستم، اینجا ثابت کرد، چون که تاریکی رو به نور تبدیل کرد. چندین نکته ما میتونیم از این معجزه بکشیم بیرون. حقیقتش یکی از اون چیزها اینه که عیسی بر بدن جسمانی قدرت داره. خدای خالقه، بر بدن جسمانی قدرت داره. این قدرت عیسی با قدرتی که در مورد مرد کنار حوض به اصطلاح در کنار حوض هستا انجام شد فرق داره. ما تو اون معجزه تندرستی بدنی رو به مرد برگردون، چیزی رو که از دست داده بود، یعنی اندامهایی بود، چیزی بود اونجا، یه تندرستی بود که قبلا داشت، از دست داده بود، بهش برگردون. ولی اینجا در این قسمت ما میبینیم که قضیه فرق داره. اینجا در مورد مرد کور یک خلقت اینجا احتیاج بود، چیزی که وجود نداشت در واقع باید به وجود می آورد. بله. مرسی لویی جان. فکر میکنم که نکات خیلی دیگه ای هم باشه که در موردش تا حالا توضیح خواهیم داد، ولی برای اینکه بتونیم کمی این نکات رو حذف کنیم، هم من هم بینندگان عزیز، بریم یک استراحت کوتاه بکنیم و خیلی زود برمیگردیم این مبحث رو با هم دیگه ادامه خواهیم داد. عزیزان خیلی خوش آمدید به برنامه گام بعدی. در خدمت شما عزیزان هستیم با خواهر لویز مخوف عزیز. داریم به مباحث معجزات عیسی مسیح میپردازیم که این قسمت همونطور که گفتیم مختص کور مادرزاد هستش. داریم به اون میپردازیم که چرا عیسی مسیح کور مادرزاد رو میتونست حتی دست بذاره دعا کنه برای او بینا بشه، ولی با آب دهان گل درست کرد و به چشمان او مالید. و نکات کلیدی این موضوع رو داریم از لویز جان میشنویم. در خدمتتون هستیم. ممنونم دانیل جان. وارد داشتیم میگفتیم که یه چیزی رو که وجود نداشت باید به وجود میومد، برای اینکه حقیقتا قوه بینایی نبود، این اندامهای بینایی باید خلق میشد دوباره، که احتیاج به آفرینش سلولها، بافت و اعصاب بود. حالا اینها یا وجود داشتن و کار نمی کردن در این شخص، و یا اینکه به خاطر این نقص عضو از تولد اصلا وجود نداشتن. در هر حال یک کار خلاقانه، یک چیز آفرینشی به اصطلاح احتیاج بود که انجام بشه. نکته‌ای که در اینجا قابل توجه هست، عیسی به این شخص میگه برو برای شستشوی این گل حوض سیلوها، برو تو حوض سیلوها چشاتو بشور. سیلوها در عبری همون شیلوه هستش که اشاره به یکی از عنوانهای خداست. این یک منطقه هم بوده که سموئیل نبی در اونجا
در واقع از اونجا داوری و کهانت خودش رو داشت. و این در یکی از عنوانهای یهوه از جمله جایی بوده که به اصطلاح تخت چی میگن صندوق عهد به اصطلاح اونجا بوده و اونجا مردم میرفتن برای دعا. در حال یکی از عنوانهای یهوه بوده. ما باز در پیدایش 49 آیه 10 ما میبینیم که یعقوب پسراش وقتی میخواد برکت بده در مورد یهودا اینو میگه عصا از یهودا دور نخواهد شد تا شیلوه بیاید. اینجاست که اشاره میکنه به اون عنوان یهوه، میگه این عصای سلطنت از این یهودا دور نمیشه تا زمانی که خدا دوباره ظهور کنه. منظور در مورد عیسی هستش و در این ادامه میده، میگه و مر او را اطاعت امتها خواهد بود. ما در عیساست که اطاعت امت هاست. یهودیا امت نبودن. اینجا دقیقاً داره پیشگویی میکنه آمدن عیسی رو که امت ها هم در این، من و شما که غیر یهودی هستیم در این به اصطلاح سلطنت سهم داریم، در این شریک هستیم. همونطور که شما خوندید در آیه 7 میگه که اسم این حوض سیلوها یعنی مرسل، یعنی فرستاده شده. ما میبینیم که در نهایت عیسی از این مرد کور میخواد اینو میفرسته به طرف این حوض که چشاشو بشوره و ما میبینیم که این مرد بدون چون و چرا اطاعت میکنه. اطاعت او رو از عیسی ما میبینیم و میبینیم که این اطاعت نتیجهش چی میشه بینایی. این معجزه کور مادرزاد نشون میده که عیسی حقیقتاً در کار خلقت دست داره، قدرت خلق کردن داره و از همون ابتدا در خلقت کائنات، در همه چیزایی که خلقت باید انجام میشد، ایشون هم حضور داشته. بله، خدای تثلیث. و مژده‌ای هم که اینجا هست برای اکثر والدینی که بچه های مریض دارن که ارثی این بچه ها مریض به دنیا میان، اینجا امید هست که حقیقتا نه تنها یه چیزی رو، تندرستی جسمی رو که از دست داده بودیم به ما برمیگردونه، شفا هست، بلکه در کار شفا قسمت خلاقیت هم هست و عیسی قدرت بر بیماری های ارثی هم داره. یعنی یه چیزی که اون ساختار ترکیب خونی، اون ژنی شخص هست، قدرت بر اونها هم داره. فقط به چیزی نیست که بگیم یه مریض بشه و بعد درست کنه. کامل میتونه سیستم خون رو تصحیح کنه، سیستم اندام هایی که از کار افتادن احیا کنه. میگه هر کدوم از ما میتونیم به جای این مرد کور باشیم، میتونیم مریض باشیم، یا اینکه با یه نقص و عضوی ما به دنیا اومده باشیم. امید هست در این. امید در اینه که حقیقتا تو روز شنبه، روزی که مجاز نیست، در جایی که حقیقتا شریعت میگه که نباید شفا بدی، کاری به این چیزا نداره. اصلا عذر و بهانه شریعت رو نمیپذیره عیسی و وارد شرایط ما میشه. مضاف به این که بدنهای ما، مسئله فقط مرگ، تولد ارثی، بیماری به شکل ارثی، فقط انگشت نمیخوام بذارم. واقعیت امر اینه که بدنهای ما به خاطر اینکه زیر لعنت گناه هست، زیر سقوط هست، ما بدنهای ما از همون بدو تولد تا مرگ به تدریج داره رو به زوال میره. ما این زندگی که داریم در واقع مرگ تدریجیه، برای اینکه وقتی به دنیا میای محکوم به مرگیم از نظر جسمانی. پس بنابراین قوتی نیست، این قوت داره هی تحلیل میره تا به نفس آخر ما فرسوده میشیم و بالاخره میمیریم. این حقایق تلخی که در واقع که ما به تدریج به طرف مرگ میریم، در واقع یه جورایی هم تشویقی است که ما به وضعیت این مرد کور خوب دقت بکنیم، به جزئیاتی که در این معجزه هست. میبینیم که عیسی چشم خلق میکنه و این نقص عضو این مرد رو بر میداره. ما میتونیم مطمئن باشیم، این امید رو داشته باشیم، امیدوار باشیم. این کلمه امیدوار یعنی پر از امید، یه تیکه امید نیست، پر از امیده، لبریزی امیده. مطمئن باشیم که اون میتونه وضعیت جسمی و هر گونه مشکل فیزیکی جسمانی رو میتونه از ما
برداره. این امید هست که خدا شفا میده در هر شرایط. ممکن امیده. ما امید داریم که این طور بشه. ممکن عزیزانی باشن که فرزند یا عزیزانی دارن که با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و این مسیح اونها رو شفا بده، ولی این امکان هم هست که این اتفاق نیفته. بله. ما کار ما دعا کردنه. چیزی که هست، امیدی که در دل ما روشن میشه، لااقل ما رو وادار به دعا میکنه. بنا به تشخیص الهی خودش در هر زمانی که بخواد وارد شرایط ما میشه. ولی این هم قبول نمیکنم که چون این رو داریم به این حساب که ممکنه شفا بده، ممکنه شفا نده، یه جورایی دست رو دست بذاریم و وارد عمل نشیم و دعا نکنیم برای این سعیمون رو باید بکنیم. کار ما دعاست. اگر این اتفاق هم نیفتاد ناامید نشیم و فکر نکنیم این از کم ایمانی. بله. نه. باید بدونیم که این اراده خداست. بشه همیشه. یا نه. بله درست. بله. وقتی عیسی این مرد رو شفا داد، ما میبینیم که این مرد چه قوه تشخیص قوی در خودش داره نسبت به عالمین مذهبی. ادامه باب رو که میخونیم میبینیم این رو گیرش میارن، چون تو روز شنبه شفا پیدا کرده، گیرش میارن و هی اینو سینجیمش میکنن به قول خودمون، زیر سوال میبرن. خب این کی بوده؟ بعدن سوال اینه که نه این گناهکاره، چرا اگه گناه کرده، اگر چیز بوده چرا سبت رو رعایت نکرده، روز شنبه این کارو کرده، قانون رو زیر پا گذاشته، پس این گناهکاره. بعد خود کور برمیگرده، این بینا برمیگرده بهش میگه که اگر گناهکار بوده مگه خدا نیست که فقط شفا میده؟ چطور میتونی یه شخص گناهکار شفا بده؟ نه اینطور نیست. بعد میبینیم یه مباحثه ای از حتی به جایی میرسه که او رو از معبد میندازن بیرون. و برام جالب این فریسی‌ها، اون کسی هم که کنار حوض بود مسیح بهش گفت بستر خودو بردار برو، فقط دیدشون روی اینه که مذهبه. یعنی همه شریعته که چرا تو همچین روزی تو شفا پیدا. براشون مهم نیست که آقا یه نفر مریض بوده، یه نفر کور بوده، حالا شفا پیدا کرده، بینا شده. این چه جشن بزرگیه. اصلا فکر اون نتیجه نیستن، دقیقاً رو عمل دارن، یعنی انگشت رو عمل گذاشتن، در حالی که نتیجه میوه این عمل میوه بسیار نیکوییه. واقعا آدم گاهی وقتا هرسش میگیره وقتی که کتاب مقدس رو میخونه و این عکس العمل علمای مذهبی رو میبینه و اونجاست که ما میبینیم صحبتی که عیسی باز میکنه، خود فریسی‌ها برمیگردن چی میگن؟ یعنی میگه ما کور هستیم، که دقیقاً عیسی اتفاقا داشت به همین مسئله اشاره میگه. میگه مذهب شما رو کور کرده، انقدر شما چسبیدید به این قوانین و خرافات و تفسیر غلط، برداشت غلط از آیات کتاب مقدس، کور شدید یه جوری از نظر روحانی. طوری هم صحبت کرد طرف خودش گرفت. علمای مذهبی گفت یعنی میگه حالا ما کور هستیم؟ برگشت چی گفت که چون که میگید که کور نیستیم، مطابق اون چیزی که گفتی حقیقتا هم همینطور هست، بر خودتون فتوا دادید این مسئله رو. یعنی که آره کور هستید از نظر روحانی. جالبه. و من واقعا با اینکه این شخص کوره و ما میبینیم در این دوره گدایی میکرده و این شخص پس از نظر اطلاعات کتاب مقدس و تورات و از این چیزا نمیتونیم در رده علمای مذهبی بذاریم، ولی قوه تشخیصش میبینیم که با کسایی که تمام عمرشون رو با مطالعه تورات گذروندن، قوه تشخیص این شخص بالاتر از اونها هست. در هر حال این علما بنا به تجربه شخصی خودشون هیچ کوری رو ندیدن که بینا بشه و تمام تلاش خودشونو کردن که این گدای حقیر رو در واقع بی‌اعتبار بکنن، شفایی که درش افتاده بچسبونن به اینکه چرا روز شنبه این قضیه صورت گرفت. در حال بازجویی طولانی میشه و پدر مادرش رو میارن و کلام خدا میگه پدر مادر ترس برگشتن گفتن خودش بالغه، برید از خودش بپرسید، چون که ترسیدن که خودشون هم بیرون بکنن. در هر حال ما میبینیم که این مرد با جوابهاش این علما رو روسیا میکنه، به جایی میرسه عصبانیش میکنه و در نهایت میبینیم که او رو بیرون میندازن از اونجا، که بعداً عیسی او رو فوراً پیدا میکنه و خودش رو به او معرفی میکنه. و وقتی که این مرد میفهمه این شخص بوده که او رو شفا داده، کلام خدا میگه که این مرد ایمان میاره، همونجا او رو مثل خدا پرستش. ببین تشخیص رو یکی از مشخصات مسیحای موعود همین مسئله بوده و اینها این رو از قلم انداختن. بعد ما میبینیم که عیسی این رو برمیگرده میگه که اومدم تا کوران را بینا و آنانی رو که فکر میکنن بینا هستن
کور و فریسیان ازش می‌پرسیدن دقیقاً همینو که آیا ما هم کوریم؟ گفت که اگه کور بودید گناهی نداشتید، هیچ عذری نبود، اما حالا که ادعا میکنید میبینید پس گناه شما میگه بر شما میمونه. مهم نیست ما چقدر درباره عیسی میدونیم، سوال اینه که تا چه حد او رو میشناسیم. گاهی وقتا دانش زیاد مانع شناخت میشه، کاری که برای همین فریسیا بوده. ولی این مرد کور در واقع بهتر نسبت به علمای مذهبی او رو شناخت، برای اینکه رو تجربه شخصی فقط اتکا نکنه. کاری که اگه تو یک جمله کوتاه بخوایم نتیجه گیری کنیم کل این بابا، شما حقیقتاً گفت که من نور عالم هستم. حقیقتاً تاریکی وجود ما رو، تاریکی زندگی روحانی ما رو در واقع با نور و حضور خودش روشن میکنه. حقیقتاً ما میتونیم در زمانی که با کوری روحانی مخصوصاً یا اینکه در مسائل مشکلات یه جورای دیدمون به جایی افتاده که حضور خدا رو حس نمی‌کنیم، چی میگه؟ میگه عیسی او رو فوراً پیدا کرد. فهمید عیسی که فریسیان اینو به تله ممکنه بندازن، رفت سراغش. و همین امید برای ما هم هست که ناامید نشیم و بدونیم که این نور برای ما هم هست. آمین. اتفاقا توی قلبم هست برای کسایی که فرزندانشون یا اگه همسرشون ایمان آورده، این اجازه رو بدیم که اونها به اون زندگی، به اون شفایی که در زندگیشون جاری شده به اونها نگاه کنیم، ایمانشون رو تحسین بکنیم و جلوی اونها رو نگیریم. و اگه زندگی عوض شده، از اعتیاد، از چیزهای دیگه، آدم بدی بوده آدم خوبی شده، به این معجزه‌ای که خدا در زندگی او انجام داده ایمان بیاریم. ممنون عزیزان با ما همراه بودید. شما رو تا برنامه‌های آینده به دستای خداوند میسپارم. بدرود.